سلام و درودی به پایان نیسور یکایک شما هموطنان گرامی زبان آموزان ارجمند همه شما را خوش آمدید میگیم به افیر این روزه درس پنجم است از سلسله درس های زبان انگلیسی برای نویادگیران زبان انگلیسی برای نویادگیران. سلام علیکم، یکم لایک فیو. علیکم السلام، تشکر زیاد خواهر فیو. معلم سوزن خوبین، تشکر زیاد خوب هستم. شما نازن سوزن. خب من یکم آمدم چی؟ بله شما امروز یکم آمدین. علیکم بر سلام. خب جیمز بون سلام علیکم و علیکم سلام، خوش آمدین. جیمز بوند نویسند دویم لایک، تشکر زیاد. پسرخوان زیبا سلام. علیکم بر سلام، خوش آمدین. فیو شکرانه خداوند سوزم. جیمز بوند خیرات مثبت کردین. معلم هر دفعه مثبت نکردین نه؟ خیلی خوش آمدین. فیو علیکم بر سلام زیبا خان. به نظر می رسد که افیر چسبیده است یا نه؟ در شما سازه افیر؟ چی باشه ما؟ درس پنجم، بله درس پنجم است. یوسف افزونی سلام علیکم بر سلام، خوش آمدین یوسف جان. یوسف افزونی بله ساز است. افیر سازه ها؟ خواهر فیو شما ده چه خیلی افیر سازه؟ خب ساز باشه اگر سرش میکنیم. همین وقتای آخر اینترنت هم آدم معلم ساز کار نکرده است. بله اینترنت بسیار ضعیف شده، سست شده. یوسف افزونی چی حال دارید معلم؟ شکر خدا خوبیم. تنجم شما نازنین سوزین. در زیر یک ویدیو نوشته بودین که میخواهید زبان آموزین و فیلم زبان انگلیسی را نوشته بودین یا کدام زبانی بود که انا خب خوش آمدین و میتونین که زبانی که میخواهین اون را آموزید.
Sadbarg salom. Alaykum bar salom. Xush omadin. Sadbarg. Feyu. Alaykum bar salom. Sadbarg jun kam namoyi. Yusuf Afzoni xush boshid muallim. Feyu sozay. Soz бошад беҳтарин. Басир 91 панҷум лайк. Салому алайкум. Ташаккур барои лайк ва барои омадантон. Басир 91 Душанбе ТВ салом. Алайкум бар салом. Хуш омадин Душанбе ТВ. Simple Man салом алайкум. Созен хубен ҳама каса. Алайкум бар салом. Шукри худо хубем тенҷем. Джеймс Бонд не манда дарсот. Не манда дарстон симкаш намеояд. Ай сар зангулара ҷихидам омад сразу имрӯз. Беҳтарин. Панҷум лайк. Simple Man навиштан. Ташаккури зиёд барои лайк. خب هم 5 نفر زیاد شود سرش میکنیم الکی. ای 5 نفر زیاد شد. خب دوستان گرامی اکنون آغاز میکنیم درس امروزه رو. افراد تیز بیا ساز میشه صدبرگای زیقی مزد نیست. دوشنبه تیوی همه سازیم. تیجی کلاب سلام دوستان. علیکم بر سلام تیجی کلاب. خوش آمدین. خب 10 نفر زیاد شد. آغاز میکنیم. دوشنبه تیوی استاد یک کلوج نمیتی. راستی در افیر ما کلوج داده نمیشه و معذرت میخواهیم. خب انگلیسی برای نویادگیران است. درسی پنجم است. درسی گذشته کی وظیفه خانگی را تیار کرده است؟ اون کس هست؟ خب درسی گذشته درباره چی بوده؟ سلام دادن، سلام گفتن و درباره خیر و خوش کردن بود. خب اکنون کوکی در درس های گذشته بود و واقعا میخواد این زبان رو یاد بگیرن. خب فیو صبح بخیر چخیل میگیم؟ فیو صبح بخیر چخیل میگیم؟ معلم سلام علیکم بر سلام. یا که موضوع درس با فیلم گفتن سلام علیکم بود. بله کو آواز دیر رفت آمد استای.
صبح بخیر چی می شود که فیو جیمز بوند من درس 4 نکردم لیکن دیگر درس ها کردم فهم خیلی خوب خب good morning نوشتیستین آواز بینی ها دیر آمده است. خب وظیفه خونگیره به بعد میمونیم یعنی بعد میپرسیم باز به خاطر که آوازو دیر آمده استن منتظر میستیم که کی آواز میاد میرسد. درسی گذشته این همین بود میتونه نویسیم گرین کسی نبود در درسی گذشته فیو معلم به انگلیسی نویسم فرق نداره به انگلیسی هم نویسین به حرف ترکی هم نویسین مهم چی می شود خب good morning نوشتین صدبرگ good morning the teacher weekly to see you weekly to see you weekly to see you thank you so much صدبرگ سوال همه داخل داره خب ولی سیمپلمن همه داخل خب از کی پرسیدن فیو خب میشه به همه داخل داشته باشد اما آوازو دیر اومده است درس امروز رو میخونیم خواهش میکنیم همین کلمه هایی که در روی اکران هست اینها را نوشته بگیرین از یاد کنین خب مالی من نوشتم خیلی تیارم بهترین خیلی خوب بله دیدیم تشکر خب درسی نوبتی را میخونیم به خاطر آوازو بینیوها دیر اومده استن قریب 4-5 دقیقه فقط داره نمیدونم این مشکل در اینترنت مشکل در این برنامه چیه که به هر حال خوب درس سر میکنیم زبان انگلیسی برای نویادگیران درسی پنجم personal pronouns خب personal pronouns میشود جانشین های شخصی خب در همین جای personal pronouns میشود که بگوییم که خب در اینجا نویسیم subject خب subject pronouns خب اگر personal pronouns آمد ترجمه اش جانشین های شخصی می شود اگر personal pronouns آمد personal pronouns آمد ترجمه اش جانشین های شخصی می شود اگر subject pronouns آمد ترجمه اش می شود جانشین های فاعلی خب جانشین های فاعلی اما چی personal pronouns میاد چی subject pronouns میاد همین جانشین های شخصی که الان در اکران میبینید همین ها را در نظر دارن فقط به خاطر چی personal pronouns میکنم به خاطر که جانشین های شخصی همچون موضوع همچون عنوان درس یا عنوان همین جانشین ها بگیم اما subject این زیادتر در گراماتیک استفاده می شود subject pronouns یعنی جانشین های فاعلی یعنی در جمله می شود فاعل مفعول خب از زبان ترکی فاعل پرکننده حال دیگر یعنی از روی تحلیل گراماتیکی تحلیل سینتاکسیسی یعنی subject درست تر می گیرد خب
ترجمهش هم بنویسیم جانشین های شخصی. جانشین های شخصی. جانشین های شخصی. خب در این بین قوس وقتی که سابجکت آوردیم پس یک قوس دیگه در اینجا میاریم. اگر سابجکت پرونانس آمد می شود جانشین های خب فاعلی. خب فاعلی. خب یک لحظه. خب اینم خیلی پرسونال پرونانس یعنی که سابجکت پرونانس، جانشین های شخصی و جانشین های فاعلی. خب I من می شود. خب بسیار شما این چیزها رو میدونین این جانشین های شخصی را، اما همچون کورسی زبان انگلیسی برای نو یادگیران تا حال جانشین های شخصی رو نگذاشتیم، اگر چند بعضی کلمات تکرار شدگی هست. I من می شود می نویسیم خب به توجه که من. خب من. You می شود تو. He می شود وی. She می شود وی برای جنسی زنانه. It نیز می شود وی برای حیوان ها و اشیا وی. خب وی می شود ما. You می شود شما. They می شود آنها. They می شود آنها. خب دوستان گرامی، خیلی یعنی هی شی ایت شکل جمعش می شود they یعنی اونها. خب یک بار دیگه تکرار میکنیم. I من. You تو. He وی مرد بین قوس می نویسیم می یعنی مرد. وی she وی زن. it وی اشیا برای خب اشیا آمنزیم فهمه که اشیا برای اشیا رو در نظر داریم. خب یو تو آمد و یو شما آمد. در زبان انگلیسی همه رو یو میگن، یعنی یک نفرم یو میگن، سه نفرم یو میگن، همه رو هم یو میگن. بنابراین در زبان انگلیسی تو نیست، یعنی همه به شکلی شما مراجعه کرده میشد. چخیلی که در زبان روسی است مثلا وی برای احترام هست کو یعنی وی откуда как вас зовут. خب در زبان تاجیکی هم بعضی وقت این چیزا هست، یعنی شما از کجایید. یک نفر است اما برای احترام میگم که شما از کجایید. Johnny Shoev, hello my dear friend and my dear teacher. Hello Johnny Shoev, welcome to our lessons. یوسف افزونی لایک فراموش نکنید دوستان. تشکر یوسف افزونی. فردوس مومنوف سلام سازی استاد و علیکم سلام. شکر خدا سازیم خوبیم شما نازنین سازیم خوش آمدین. خب اکنون یک موضوعی نو میگیریم، موضوعی verb to be. بسیار موضوعی مهم است. در زبان انگلیسی موضوعی verb to be به مثل چخیلی که برای آدم آب نوشیدن مهم است، این verb to be در زبان انگلیسی اینقدر مهم است. چرا این خیلی میگم؟ یعنی هم همراه اسم میآید، هم همراه فعل میآید، هم در زمان گذشته هستند،
هم در زمان حاضر هستند هم در زمان آینده هستند. خب به همین خاطر موضوع خیلی موضوع مهم است، با دقت گوش کنیم و موضوع اساسی امروز همین است، verb to be. خب سلام و درود و عرض سلام میکنم. تشکر زیاد مولوی تیوی. یک لحظه دوستان معذرت میخوایم خط کردم. خب مولوی تیوی دهم لایک ادمین. تشکر زیاد سوزن خوبین. شکر خدا خوبیم تنجیم. شما نغزین سوزن خوش آمدین. مولوی تیوی ساعت ها چند شید یوتیوب؟ ساعت ها 3924. جیمز بوند معلم میره نویسم کمتر مایده کنین حرفوشه. حاضر اول الهیده بفهمونیم، بعد مایدهش میکنیم تا که سکرین شات کنیم بگیریم یا که بنویسینش. خب حاضر یک لحظه. سه هزار و 3934 بود من 24. مبارک شد. تشکر زیاد. سلامت باشین. چه نیمه 10 ساعت بسیار ایمه. نه ایمه 24. خب دوستان گرامی دقت دهین، موضوع verb to be در زبان انگلیسی بنیاد مهم است. verb to be چی را میگن به زبان تاجیکی؟ به زبان تاجیکی فعلی بودن را. مثلا من بودم، من هستم، من میباشم. یعنی من دکتر بودم، من دکتر هستم، من دکتر میباشم یا میشوم در آینده. انا همین رو در زبان تاجیکی در زبان انگلیسی verb to be میگن. همون verb to be کدام است؟ verb to be در زمان حاضره am is are هست. در همین جدولی که ما آوردگی هستیم، در هر کجایی که کدام کلمه را دیدین که با حرف سرخ با رنگ سرخ نوشته شده است، بفهمید که verb to be است. فهموشید؟ اگر 4 ساعت بله. خب حاضر همین چیزی که در روی اکران دیدستین، چهارکنجه اساسی در روی اکران دیدستین از اینجا سر می شود. خب از اینجا این انا همینا. این زمانی حاضره است. زمانی حاضره یعنی من هستم میگیم در زبان تاجیکی. خب verb to be چیست؟ verb to be به زبان تاجیکی verb فعل می شود. to be مصدر است یعنی بودن، یعنی فعلی بودن میشه ترجمه کردن فعلی بودن. از روی مثال ها معین میشن. شما فقط یک چیز رو فراموش نکنید. خب دو چیز رو. یکم این جدولی که ما آوردگیم اهمیت اینه که هر چیزی که با رنگ سرخ نوشته است verb to be است. دوم وقتی که میگیم زمانی حاضر است بنویسید زمانی حاضر است، زمانی گذشته است بنویسید زمانی گذشته، جمله سوالی است جمله سوالی بنویسید. این همین چیزا اهمیت بده. حاضر در زمانی در روی اکران موبایل نگاه کنید. حاضر در زمانی حاضره قرار داریم. جمله خبری است. جمله خبری. خب
من مایداش کنم شاید کسی با تلفن اگر درس گوش کنه شاید که همش نبینن. اگر نه مایداش کنیم خوبتر نمایان میشه. اگر مایداش کنیم خوب نمایان میشه آواز دهم دیاره میخه. باز چه خیر است؟ دیدست آمد جان سلامت باشین. نه اگر گفتیم مایداش کنیم با طریق جدول اگر دیدست باشین خشون نمایی میشه. چخیل مثلا نیا کنیم موبایل اگر نیا کنیم ایسینی بالا نمیدونم مشک دیار هست نیسته یعنی affirmative یا اینکه positive اگر طرفی دستی چپ نیا کنیم خب اکران واضح شد چپ نشون میده present tense نشده که پس میفهمیم که زمانی حاضر است جمله خبری است. این خیلی زمانی حاضر است جمله خبری همین خیلی نمایونه حاضر این خیلی قرار داریم. این خیلی خب اگر زمانی حاضر شد جمله انکاری شد این خیلی میشه. اگر زمانی حاضر شد جمله سوالی شد این خیلی میشه. یعنی تقریبا عکس نشون میده فکر اکران چون که از وب کم اومده است عکس برعکس نشون میده. او خانه معلوم خب بازی کامل میکنیم ساز نمیتواند بله برای بعضی با تلفن اگر درمانی سوشن ساز نشون نمیده. و فیلم خوب نمایان شده. من در بولوش نویسیم با توجه کدامش چیه دیگه جا نداره آخه اینجا با چی نوشتگی یعنی یک نه با انگلیسی. خب من مایلش نویسیم جمله خبری است. جمله خبری جمله خبری جمله خبری جمله انکاری جمله سوالی جمله سوالی شد. خب باز ما در خبری پایان میدیم اکران پایان آمدیم مولوی تیگه ماراتون 1938 همون مدرو می نویسی هرچی تیار میکنی همون چی نام داره ورد نام داره چی نام داره ورد نام داره بله ورد نام داره انشالله که روزهای یک شنبه اجازه درس کامپیوتر میشود برای آدمای نو یادگیر روزهای یک شنبه در جای برنامه سوال جواب بود که در جای سوال جواب از این پس درس‌های کامپیوتری میشود. خب دوستان گرامی گپ کوتاه کنیم. حاضر ما در زمان حاضره قرار داریم در روی اکران زمانی حاضره رو دیدین جمله خبری. خب I am happy من شاد هستم من خرسند هستم من خوشبخت هستم. He is happy she is happy it is happy وی شاد هست وی خرسند است. خب انا همین am is verb to be است. am همراه I می آید am همراه I می آید is همراه he she it می آید. یعنی در زمان حاضره بعد از جانشینی های he she it is می آید. خب we are happy ما شاد هستیم ما خرسند هستیم. خب یعنی این
خب you are happy شما شاد هستین، شما خرسند هستین. They are happy اونها شاد هستند، اونها خرسند هستند. اکنون فهمیدیم که verb to be همراهی I am می آید، همراهی he she it is می آید، همراهی we you they are می آید. verb to be در زمان حاضره am is are هست. am is are هست. verb to be در زمان حاضره am is are هست. اولایتی بخدای روز وپره داشتیم انگلیسی و کامپیوتر پیش خدم هر چی گفتیم ترجمه کردم. اینجا در قیم در انگلیسی و روسی میکنیم و در قیم رابطیدگی وپره رو روسی نفهمیدم که مولوی تیوی. خب اکنون میگذاریم در همین زمان حاضره جمله سوالی ده. یعنی ما از چه خیلی سوال میتونیم که مثلا در اینجا کی هست؟ مثلا جیمز بوند است نه؟ خب مولوی هست. چه سوال میتونیم که آیا تو شاد هستی؟ آیا تو خرسند هستی؟ خب آیا تو شاد هستی؟ آیا تو خرسند هستی؟ چه خیلی سوال میتونیم؟ انا همین میخوام که برای شما بیان کنم. خب جمله سوالی در زمان حاضره ساده یا کنید در طرفی خب از این طرفی دستی چپ میشه اگر اکران چپ نشاناتی چپ میشود. present tense زمان حاضره ساده است. جمله سوالی اگر ما خودمون بپرسیم بگیم که آیا من خرسند هستم، در زبان تاجیکی آیا میاریم یا در زبان انگلیسی am میاریم. همون verb to be که در جمله خبری بود am is are همون را میگیریم در اول جمله میمونیم میشه جمله سوالی. و مثل چی am I happy آیا من شاد هستم خود سوال میکنیم و شما جواب میدین. am I happy شما چه خیلی میگین؟ شما از نفره که دم هستین من از شما بپرسم که آیا من شاد هستم am I happy خب چه خیلی جواب میدین شما؟ یعنی نه گذاشتیم در پاراکو جیمز بوند دلشاد تجه. خب کسانی که سلام دادن علیکم و سلام خوش آمدین. معلم چالور شکری خدا خود تنجیمش منازعین سوزه خوش آمدین. معلم موشک نشانتین موشک همه بینه شما زیم خیلی نمیاد جمیده سه موشک دیده سینش و خاطر خود کلان نیسته باز نمیخواد جمیده سه موشک دیده سین. James Bond am is happy درسته. am I happy مولوی تیوی اگر سوال داشته باشین درسته. سوال داشته باشین جیمز بوند درسته. موشک دیده سین اپای فریزه Vlogs мама привет добро пожаловать welcome خود دیدستیم خیلی خوب دیدسته باشین. خب نیا کنیم am I happy آیا من شاد هستم آیا من خرسند هستم. شما چه خیلی جواب میتین؟ من از شما پرسیدم مثلا شما چه خیلی جواب میتین؟ کو دلشاد تجه همینجا هستین دلشاد تجه جیمز بوند. من از شما اگر بپرسم که آیا من خرسند هستم am I happy شما چه خیلی جواب میتین؟ باید چه خیلی جواب میتین؟ نام گرفتیم در جمله خبری در این پاره Quiero darlo para los blogs, pero no, capela.
I am happy. نه جیمز بوند درسته. خب نیا کنیم. فهمیده باشی که موضوع حالی هم فهمون نیسته. نیا کنیم دوستان گرامی. Yes, you are happy. آن کی جواب داد؟ دلشاد تجه. نیا کنیم. اگر یک نفر پرسید که am I happy? Am I happy? جواب میتین یک بله میارین yes بعد چخیل جواب میتین you are happy. You are happy. شما شاد هستین. شما خرسند هستین. جیمز بوند درسته یا نه؟ I am happy. شما باید نویسین یکم جمله خبری. من گفتم جمله جوابی باشه. یعنی من شما رو سوال کردم شما باید جواب میدادین. دلشاد درست جواب داد. Yes, you are happy. خب جمله سوالی برای شخصی سیوم. شخصی سیوم چخیل میپرسیم؟ یعنی he, she, it. یعنی why. موضوع مثلا همراه صحبت داریم. یه نفر در پیشی در است. مثلا من از شما میپرسم که is he happy? Is he happy? Is he happy? اگر مرد باشد آیا وی خرسند است؟ آیا وی شاد است؟ اگر زن باشد میگیم is she. خب is she happy? Is she happy? Is she happy? آیا وی شاد است؟ Is it happy? Is it happy? آیا وی شاد است؟ این بود برای شخصی سیوم. شخصی سیوم همینطور میپرسیم. خب برای شکل جمع we, you, they. برای یعنی ما، شما، آنها چقدر سوال میکنیم؟ Are we happy؟ یعنی حاضر ما در اینجا ایستادگیم در همین افیر سوال میکنیم که آیا ما شاد هستیم؟ Are we happy؟ Are we happy؟ آیا ما شاد هستیم؟ آیا ما خرسند هستیم؟ پس جوابش میشود Yes, we are happy. Yes یک yes میاریم. Yes, we are happy. Yes, we are happy. Are you happy? دلشاد تجه. Are you happy? جواب دین. Are you happy? Yes, I am happy. درست. بهترین. خب برای موضوع را فهمیدن باید که سوال کنیم. جیمز بوند حاضر به من جواب دهید که Are we happy? Are we happy? Are we happy? آیا ما شاد هستیم؟ کنی جواب ده. معلم با شما هم لایک. تشکر دلشاد تجه. جیمز بوند همینجا هستین؟ خب با کی هست آموده هست که سوالش بدیم؟ آدمایی که همینجا هستن کی تایی هست که سوالش بدیم؟ جیمز بوند کجا شده؟ خب فیو خوار فیو سوال با شما Am I happy? Am I happy? چخیل میگن که خب اگر yes را بدونین بنویسین yes. اگر ندونینش بگن که شما شاد هستین. شما خرسند هستین. با انگلیسی چخیل میگیم؟ در سرخان زیبا سوال با شما Is she happy? خب she مثلا من خواهر فریضه در نظر دارم برای زن. من از شما درباره خواهر فریضه میپرسم. میگم که Is she happy? Is she happy?
is she happy آیا وی شاد است خب چخیل جواب میتین خب جیمز بوند جواب دادن we are happy بله درسته we are happy همون happy آخرش یک y مانند درست میشه we are happy خب فیو سوال با شما چی خیلی بود am I happy آیا من شاد هستم خرسند هستم با شما چی خیلی جواب دین جیمز بوند بله نوشتم بله we are happy نوشتین همون happy هست که در خب یک لحظه جیمز بوند این خیلی نوشته میشه yes yes we are happy خب دست خون زیبا yes she is happy yes she is happy بله بهترین درست نوشته فیو یا شاسلیف دا خب جیمز بوند yes you are happy yes you are happy happy را نیو کنید نام نوشتیم روی کنید آنه خیلی نوشتیم yes you are happy we are happy جیمز بوند happy نویسید لیکن با انگلیسی happy بله happy جیمز بوند معلوم SMS نمی شود SMS نمی شود چه SMS نمی شود مثلا از طریق SMS نمی شود نوشته یا که چی مشکلی نفهمیدم از من درست است یا بله درست است دستر خون زیبا فیو من خوشحالم بله فیو جواب ما رو ندادیم تا حاضر یعنی من گفتم که am I happy آیا کردستم آیا سواله آیا من شاد هستم شما بگن که شما سینما بگیم که شما شاد هستین انا میره با زبان انگلیسی بگیم زیباها میدانن همه فریضه ها نه زیباها میدانن فریضه ها نه خب خیر است انشالله استایسته یاد میگیریم دلشات جه نه ای H hey A P Y happy vale happy اوکی خب جیمز بوند نفهمیدین مقصدتون رو گفتین معلم SMS نمیشود نمو رو میفهمودین جیمز بوند اوکی اینه خیلی نوشته میشه نه روی کردم دنیای روسی
خب یک بار دیگه ترجمه میکنیم. کسی اگر نفهمید ویدیو رو تکرارا تماشا کنین. اگر فهمیدین خیلی خوب، اگر وقت اون شد بنویسین بگیرین نمیدم مثلا ترجمه شه. حاضر اکران همین خیلی میمونه، همین چه خیلی در اکران است، همین خیلی بنویسین بگیرین اول انگلیسی شه، بعد یک تیره مونه جای ترجمه شه. با وقتی من میخونم ترجمه میکنم شما ترجمه شه بنویسین. البته این گپ ما برای آدمای نو آموزن، کسی که میدونه این چیزا ننویسین، لازم نیست. خب اکران بنویسین بگیرین کسی که نو آموز است. خب فیو وی هپی. انا من وی هپی نیوکنین هاز یعنی موضوع وی هپی نیوکنین وی ها مشکل دیده سنده کجا وی بعد از وی چی میاد آر بعدن هپی میاد، بعدن هپی میاد. خب یعنی بدون آر بدون ام ایز آر غیر امکان است که ما بگیم که ما خوشحال هستیم یا ما خرسند هستیم. We are happy می شود. فکر میکنم که فهم شده. خب ترجمه میکنیم اکو. Am I happy? Am I happy? آیا من شاد هستم؟ آیا من شاد هستم؟ Is he happy? آیا وی مرد شاد هست؟ Is she happy? آیا وی زن شاد هست؟ Is it happy? آیا وی حیوان مثلا شاد هست؟ Are we happy? آیا ما شاد هستیم؟ Are you happy? آیا تو شاد هستی؟ Are they happy? آیا اونها شاد هستند؟ خب میگذاریم به این جمله این جمله سوالی بدن همش، جمله خبری دا میگذاریم. I am happy. من شاد هستم. He is happy. وی مرد شاد هست. She is happy. وی زن شاد است. It is happy. وی خب گربه حیوان اشیا وی شاد است. We are happy. ما شاد هستیم. You are happy. شما شاد هستین. They are happy. آنها شاد هستند. Спасибо, пожалуйста. خب جمله سوالی را گرفتیم، جمله خبری را گرفتیم. میگذاریم در جمله انکاری. اگر یک نفر را پرسیدیم که Are you happy? Are you happy? آیا تو خوشحال هستی؟ یک اگر خوشحال نباشه زیق باشه میگه که I am not happy. I am not happy. من شاد نیستم. He is not happy. وی مرد شاد نیست. She is not happy. وی زن شاد نیست. It is not happy. وی اشیا یا حیوان شاد نیست. We are not happy. ما شاد نیستیم. You are not happy. شما شاد نیستید. They are not happy. آنها شاد نیستند.
فراموش شد. خب ساعت هم 8 شد. ما مقصدمون این بود که همه شب بگیریم. متاسفانه وقت دست نداد که همه شب بگیریم. یعنی همش به مقصده که همین ورب تو بی در زمان حاضر چخیل میاد، در زمان گذشته چخیل میاد. در زمان گذشته چخیل میاد، در زمان حاضر چخیل میاد، در زمان آینده چخیل میاد. با شکل مختصر همین را گفتنی هستیم که ورب تو بی در زمان حاضر am is are هست، در زمان گذشته was were هست که را در درس آینده میگیریم، در زمان آینده will be هست will be. خب در همینجا درس امروزه را خاتمه میبخشیم. درس امروزه ورب تو بی در زمان حاضر بود، در زمان حاضر یعنی present tense در شکل سوالی یعنی question، در شکل خبری affirmative یعنی positive، در شکل انکاری یعنی negative. یعنی اینجا را چوکنین، میتونین اسکرین شات کنین و نویسین و وظیفه خانگی است از یاد کنین. چخیل از یاد مثلا خودتون با خودتون تکرار کنین که I am happy, you are happy, he is happy, she is happy, it is happy, we are happy, you are happy, they are happy. انا میخوام چشمتون رو بپوشین و میخوام از یاد باید همین چیزا بتونین. خب از شما، از یک شما که در اینجا حاضر شده و میخواد که زبان آموزین، همین چیزا تکرار کنین، نویسین، از یاد کنین. I am happy, you are happy, he is happy, she is happy, it is happy, we are happy, you are happy, they are happy. انا میخوام. خب اینه وظیفه خانگی. تشکر زیاد برای اشتراکتون. سلامت سربلند باشین. افیرا کوشش کنیم در نزدیکترین فرصت خاموش کنیم که از افیری زبان انگلیسی از کتاب نیو گرامر تایم وان علاقه وقت گرفت. خب دیگر یکون چیز ننویسین. اگر کسی رحمت تشکر گفتنی باشد و حالا کوئی کاری نکردم که رحمت تشکر باشد، یعنی تمام کامنتاتون رو گویا که ما قبول داریم، خواندیم. رحمت به همتون. کسی که میخواد در افری آینده که بعد از 10 دقیقه شروع میشه بیاید، مرحمت منتظر شونیم. کسی کار داشته باشن شب خوش، در امان خدا باشین. سلامت سر